توی زندگی روزمره که میبینیم اولش دخترای همسایه خود ما دستن 14 15 سالگی عروسی کردن. من میخوام ورزش رو پیش ببرم و نمیخوام زود عروسی کنم. برای آینده جوان‌ها بسیار خوب است، چون تجربه میشه برای دیگران که اونا از صدف جان ببینن و یاد بگیرن. صدف رحیمی میدیای جانه، میدیای افغانستانه. ما خلاف اصول اسلامی کار نکردیم. اگر ما دیدیم یک روز دخترایت میپرانیم، این گفتن که مادرم شنیده بود صبحی به ما گفت، به ما که گفت واقعا ترسیدیم، چرا که وقتی هم مکتب میرفتیم و همیشه می آمدیم میترسیم کسی از ما رو محافظت کردن نمیتونه. که در افغانستان هر قدر که ما بگوییم که دشمن زیاد است، چون اینم در پرده تلویزیون حاضر نمیشم که چون از خود میترسد، نه که در خانم در ما کشته شود. ملال گویا فعال حقوق زنان در افغانستان اعلام می‌کند که مباشرات دولت با نیروهای طالبان حقوق بانوان را در خطر می‌اندازد. Sadaf is one of the talented, smart girl of Afghanistan. Unfortunately, this non-democratic, corrupt government not listening to them.